تا حالا با خودت فکر کردی راز لوگوی ماشینا چیه؟ گزینه اول تویوتا. 3 تا بیس داخل لوگوی تویوتا ارتباط بین مشتری، شرکت و محصولات شرکت تویوتا را نشون میده. گزینه بعدی آدی. 4 حلقه یعنی اتحاد 4 شرکت خودروسازی که با همین برند رو ساختن. این چیز خیلی جالبیه. گزینه بعدی مرسدس بنز. ستاره سپر یعنی این شرکت میخواست موتوراش در زمین، دریا و آسمون بهترین باشن. گزینه بعدی BMW. خیلی فکر میکنن لوگوش ملخ هواپیماست اما الهام گرفته از باواریا، اصل رنگ های پرچم ایالته. این یکی هم واقعا چیز جالبی بود. گزینه بعدی فراری. اسب سیاه لوگوی فراری از نشان یک قهرمان ایتالیایی الهام گرفت و بعدها به نماد این برند تبدیل شد. گزینه بعدی لامبورگینی. گاو خرمگین روی لوگو به علاقه بنیانگذار شرکت به گاوبازی و همچنین ماه تولدش در برج سور اشاره داره. گزینه بعدی ولوو. دایره با فلش روی لوگو نماد باستانی عنصر آهن، چون این برند میخواست استحکام ماشینش رو نشون بده. حالا تو بگو از کدوم برند ماشین بیشتر خوشت میاد؟